به دست اداره پایگاه خبری بامداد ثبت ویدیویی رسید که در آن لحظه پرخوش کارمندان میلیسیا با یک جوانزن کودکتور در نزد مسجد محله 102 شهر دوشنبه ثبت شده است. به گفته مؤلف ویدیو، حادثه شب 8 اپریل سال 2024 تقریبا نزدیکی های ساعت 23 بعد ادای نماز تراویح و ختم قرآن در مسجد 5 وقته واقع در خیابان نصرت الله مخزوم نویه سینو رخ داد. نمازگزاران میگویند ناظر منطقوی با نام سوربون هر شب در نزد مسجد برای تامین ترتیبات و همچنین نظارت کودکان تا 18 ساله که به مسجد نویند نوبت‌داری میکند. او همین طور زنانی را که با نیت گدایی به پیش مسجد میآیند میراند. شب 8 اپریل یک جوانزن ظاهراً 40-45 ساله با یک کودک شیرمک به نزد مسجد آمده است. نمازگزاران میگویند این زن اگر حتی به نیت صدقه پرسیدن هم آمده باشد هنوز به صدقه طلبی آغاز نکرده بود، چون که نماز خفتن هنوز ادامه داشت و مردم از مسجد بیرون نشده بودند. ناظر منطقوی سوربون از آن زن طلب کرده است که از پیش مسجد برود. در بین آنها چه گپ گزارش شده است که به گفته نمازگزاران در عین ادای نماز به گوش آنها صدای داد و فریاد زن رسید. وقتی که ازدحام نماز رو خونده بیرون برآمدن دیدند که کارمند میلیسیا اون زن رو زده کورتش رو در تنش چنان درونده است که یک قسم بدنش لچو نمایان شده بود. در ثبت دیده می شود که اون زن کارمند میلیسیا رو برای بدرفتاریش دشنام داده دعاهای بد می کند و طلب دارد که کودکش رو به او بدهند، ولی صدای کارمند میلیسیا به گوش می رسد که کودکت رو کجا آوردی؟ در خانه باید می موندی. نمازگزاران کوشش کردند که کارمند میلیسیا را در عرفه عید رمضان به انصاف خوانده او را به جواب دادن اون زن مایل کنند، ولی سوربون گفته است که برای ادا نکردن به امر کارمند میلیسیا کمش 15 شبانه روز میشیند. اکنون سوربون بعد جمع شدن ازدحام زیاد در جای حادثه دو همکار دیگرش را به کمک دعوت کرده است. در ثبت ویدیویی شنیده می شود که آنها از مردم دعوت می کنند که خانه به خانه پراکنده شوند و به کار آنها دخالت نکنند. کارمندان میلیسیا از مسئولان مسجد نیز طلب می کنند که چراغ‌های مسجد را خاموش کنند. نمازگزاران گفتند که مسئولان مسجد هم از ترس اینکه مسجد را میبندند چراغ‌ها را زود خاموش کردند و از مردم خواستند که به این جنجال قوش نشوند و به خانه‌های خود برگردند. به گفته نمازگزاران ماجرا از ساعت تقریبا 22:45 تا 23:15 یگان نیم ساعت طول کشید و صدای داد و فریاد چنان به هوا خیسته بود که بسیاری از ساکنان بناهای اطراف بیدار شده از تریزه‌های خانه‌هایشان جریان حادثه را تماشا می‌کردند. آنها میگویند کارمندان میلیسیا به آنها فرمودند که اگر به آرامی خانه به خانه نروند برای ممانعت به کار کارمندان میلیسیا به ضدشان پرونده می‌کشایند. در نهایت کارمندان میلیسیا اون زن کودک را به ماشین سوربون تمغه BMW رقم قید دولتیش TG 1996 FH01 بار کرده بردند. مقامات میلیسیا نویه سینو و شهر دوشنبه هنوز این حادثه را شرح ندادند.